با دستگیری رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان کارگاه خود دوزندگی برای 15 نفر بانوان افتتاح گردید. این باعث سرفرازی کل مردم روشن به خصوص زنان به شغل است که آنها می توانند در همین کارگاه سطح و صفت زندگی خیش رو بلند بردارند و کمک خدمت معیشی رو برای اهالی ناحیه روشن به خصوص دوختن لباس‌های مکتبی برای مکتبچگان رو برامونند. در ناحیه روشن چنین کارگاه خیاطی موجود نبوده. با دسترس شدن 15 ماشین درزدوزی از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکانیت فراهم آمد که زنان روشن زمین در دو بست 30 نفر با کار تامین گردیده از این پیشه روزگار خیش را پیش برند. رهبرت ولایت برای دستگیری‌های همیشگی اظهار سپاس حکومت ولایت را به حکومت جمهوری تاجیکستان بیان داشت. از جانب معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و رهبرت ولایت و شاگردان فیلیال مؤسسه دولتی لیسه کسبی مخصوص مایوبان در ناحیه روشن که به کسب آموزی از شهر و نواحی ولایت فرا گرفته شدند سر لباس و پایافزال گرم زمستانه تقدیم گردید. ذکر شد که در لیسه کسبی مخصوص مایوبان ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 20 نفر دختران و 11 نفر جوان پسران به هنرآموزی جلب شدند که به آنها 8 آموزگار کسب‌های دوزندگی، تعمیر رادیو، تلویزیون و تکنولوژی اطلاعاتی را دوام 2 سال تعلیم می‌دهند. من از نام مامورات لیسه برای سرور حزب خلقی دموکراتی محترم امامعلی رحمان که در این فصل سرما برای کسب آموز ما سر و لباس گرم و افزار گرم کمک نمود. سپاسگزار هستیم. استادان و شاگردان مؤسسه از دستگیری و غمخوری‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در سیاست اجتماعی خود به این قشر جامعه توجه جدی می‌دهد سپاس بی اندازه عرضه داشتند. زیرا با دستگیری حکومت مملکت سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های کسب آموزی به مراتب بهتر گردیده امروزها امکانیت خوبی را برای به تحصیل فرا گرفتن عارضه‌داران مهیا نمودند. در این ردیف و راستا تربیت گیرندگان مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری در ناحیه روشن و نام دادی خدا کرمشویف از مد نظر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در کنار نماندند. با مؤسسه کمک نوبتی مواد غذایی از قبیل آرد و برنج و روغن، شکر، پیاز و کارتوشکا، گوشت و دیگر نامگوی محصولات نیاز اولیه در حجم 2.5 تن دسترس گردید. ذکر شد که مؤسسه سطح جمهوری با دستگیری رهبریت عالی مملکت دوام سال 2010 با تمام شرایط سطح بلند بنیاد گردیده امروزها در آن 170 نفر به تعلیم و تربیت جلب شدند که 33 آموزگار و 15 مربی به فرزندان زاده استقلال میهن علم و دانش میدهند. از این کار خیر استادان و شاگردان میناداری خود را به پیشوای ملت بیان کردند که در همه فصل سال در فکر و ذکر خوانندگان چنین مؤسسه‌های اجتماعی میباشد. حکومت جمهوری تاجیکستان همه سال از آل و احوال ما خبر گرفته ما را با تمام چه از جهت مادی و چه از جهت معنوی همیشه به ما را دستگیری می‌نمایند. ما از این خیلی خرسندیم. در جواب به این غمخوری‌های روزافزون از تربیت گیرندگان فقط آموختن علم و دانش و از خود کردن زبان‌های خارجی طلب می‌شود تا در جامعه متخصصان حرفه‌ای به کمال رسیده به وطن و ملت و دولت خویش صادقانه خدمت کنند.